چی شد؟ خبر جدیدی نیست؟ دلم لک زده که یکم بد شم. دلقک ماهی رو دارم ببینم. انگار دنبال شیطنته. مارماهی رو با چوب قلقلک میده. حالا میره سمت اسب دریایی پخ میکنه. اسب دریایی هم رم میکنه. عجب شیطونه. حالا نوبت دندونه. حتما واسه اونم یه نقشه داره که سر کارش بذاره. بده خودم ببینم چه خبره برای اون. آخ جون چقدر خوشمزه. سلام به دندون. اسم من دندونه. پس چرا یه دندونه کمه؟ چی داری میگی برای خودت؟ به خودت ببین. ای وای ای وای دندونم کو. گولت زدم خیلی خوب گولت زدم خرکوسه. بایستا ببینم بایستا. اگه میتونی منو بگیر. وای شوخی حالش نمیشه بابا. شوخی کردم ول کن نگه. اگه من با تو شوخی دارم جوجو. وای بابا شوخی کردم الان دندونه دیگه واقعا لق شد. پسر دلفینی من قوطه میخورم توی هر دریا، از عمق آب بالا که فواره. کی میدونه کجای جهان هستی؟ کی از نشونی تو خبر داره؟ پیدات میکنم تو رو من آخر، پیدات میکنم تو رو من مادر، پیدات میکنم تو رو من آخر، پیدات میکنم تو رو من پسر دلفینی. مگه نگفتم برای هر چیز کوچیکی پسر دلفینی رو صدا نکنین؟ علی دندون من که خیلی گنده است. دندون قشنگم خنجری دیسیزی لخ شده. دندونم. برای یه دندون گریه نکن. حالا بگو چرا تقصیر دلقک ماهیه. دندونم دندونم. نخند بگیرمت میکشمت. کوسه منو چیکار کردی با دندونم؟ با من اشتباه گرفتی. چیکاری دلقک؟ آره کارم بده. میخوام رفتارمو عوض کنم. میخوای جای سفید سوار من بشه؟ که اینطور؟ خب من فکر بهتری دارم. تو باید برای شیرین کاریات مدال افتخار بگیری. جده؟ ممنونم. بیا جلو بریم. قربون دستت. خب بیا جلو. چه؟ خب دندون از حالا به بعد بدون صدای دندونه که بیاد یعنی خود دلقک ماهیه. نگاش کن. دیگه چیه باستی گردن من؟ باشه بازش کنه. بازش کنه زود. ما بریم. چطور دست خناس شما خن؟ ای پسر زود بیا اینو بازش کن. بازش کن وگرنه اینقدر سر و صدا میکنم که سرسام بکنه. بازش کن ببینم. من که چیزی بازش نمی‌شم. کن بازش کن بازش سفید کن. باشه. بازش کن بازش کن بازش کن. بازش کن. عجب فیلمی بود. عالی جناب اختر. حالا باید بقیه فیلمو ما بسازیم. بسازی. بله قربان. میدونی که باید چیکار کنی؟ بری بله. آی ای بابا عجب گرفتاری شدیم آقا. این چی بود دیگه افتاد گردنم؟ عجب صدای قشنگی. به به.
زود خودتو مسخره کن. من خودم استاد مسخره کردنم. بله میدونم. بازش کنم؟ میتونی؟ بله چرا نمیتونم؟ بیا بازش کن. بیا بازش کن دیگه. چیکار داری میکنی پس؟ زود باش دیگه. نه اینجوری نمیشه. من نمیتونم. باید بریم با یه قیچی تیز بازش کنم. اینجوری بهتره. داری گولم میزنی؟ نه بابا راست میگم. گور چیه؟ اصلا من آدرسشو میگم خودت برو. بیا در کشت بیا. آفرین شامی داره میارتش. حالا وقت بد شدنه. نوبت بازی منه. پسر میشنوی؟ سفید چرا همچین چرا میری اون دندونم مثل سفید شده. آشا چی شده آشا؟ دستتو بذار رو گوشت. چی؟ آشا؟ بایسته آشا. این کار اختاپوسه. توی ردیف مثل اتوبوس با رقص و تکون پیش اختاپوس. غیر بدین بیاین به گودال من. بعد نمیگذره بهتون اصلا. جان به به دلفین سفیدم که تو صفه. پس پسر دلفینیش کجاست؟ اوهک پسر، فکر میکنی به همین راحتیه؟ دلغک حواست کجاست؟ مهمون اومده. اون وقت شما دارید میرقصید. چیکار میکنی سفید دندون؟ باید چیکار کنم ولم کنن؟ فهمیدم. تو هم بالاخره اسیر این صدا شدی. خوبه بیا. توی ردیف مثل اتوبوس با رقص و تکون پیش اختاپوس. غیر بدین بیاین به گودال من. بعد نمیگذره بهتون اصلا. جانم این وقت کافیه رسیدن. خوبه. باید زنگی جدا کنم. دندون لب خودشی. موفق شدم. نه
چی شد؟ سفید پسر هوای منو بگیر. هرس میخورم. عالی جناب دارن میرن. دندونم دوباره در اومده. ولم کن غلط کردم ولم کن. ای وای نه بابا شوخی کردم غلط کردم ولم کن.